سلام، اینجا کانال تاریخکده است. ما تو این کانال در مورد سرگذشت‌های تاریخی و داستان زندگی افراد معروف صحبت می‌کنیم. موضوع صحبت امروز ما در مورد محمد باقر قالیبافه، فردی که 2 دهه تلاش برای نشستن بر جایگاه ریاست جمهوری او را رکورددار نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران کرده. او حالا با 4 بار نامزدی حتی از محسن رضایی که پای ثابت انتخابات ریاست جمهوری است پیشی گرفته. او از سن 44 سالگی تا کنون سودای ریاست جمهوری از سرش بیرون نرفته. محمد باقر قالیباف زاده اول شهریور سال 1340 شمسی در ترقب است. پدرش حسین قالیباف بود که کرد زبان و مغازه‌دار بود. برادرش حسن قالیباف در عملیات کربلای 4 در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد. محمد باقر در همان مشهد به مدرسه رفت و در همانجا دیپلم گرفت و زمان پیروزی انقلاب فعالیت خود را در بسیج شروع کرد و برای ناآرامی‌ها به کردستان رفت. او در اوایل جنگ به عضویت سپاه پاسداران درآمد. قالیباف در سال 61 فرمانده تیپ 21 امام رضا شد و سپس 1 سال بعد به فرماندهی لشکر نصر خراسان در جریان جنگ ایران و عراق ارتقا یافت. قالیباف تا پایان جنگ ایران و عراق فرماندهی لشکر نصر را به عهده داشت و پس از جنگ که به سپاهیان معادل ارتشی‌ها درجه اعطا می‌شد، به قالیباف درجه سرتیپی داده شد. قالیباف در سال 1361 در سن 21 سالگی با زهرا مشیر ازدواج کرد. زهرا مشیر نیز اهل ترقبه بود و همسایه قالیباف بود. دوران دبیرستان را به پایان نرسانده بود که روح الله خمینی صیغه عقدشان را در تهران جاری کرد. او در سال 1373 به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انتخاب شد. گفته می شود که قالیباف در پروژه‌هایی همچون راهن مشهد سرخس، گازرسانی به 5 استان مرکزی و غربی، ساخت سازه‌های دریایی خلیج فارس و سد کرخه نقش داشته. قالیباف در سال 1376 با حکم سید علی خامنه‌ای به سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران منصوب شد. پس از آن به فرانسه رفت تا در امتحان خلبانی ایرباس شرکت کند. محمد باقر قالیباف هنوز هم خلبان ایران ایر می باشد. و در همان زمانی که قالیباف فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود، جریان حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 78 رخ داد. چند روز پس از ناآرامی‌های کوی دانشگاه تهران، روزنامه کیان نامه محرمانه جمعی از فرماندهان سپاه به محمد خاتمی رئیس جمهور ایران را منتشر کرد. فرماندهان به خاتمی نوشته بودند که کاسه صبر ایشان لبریز شده و اگر دولت ناآرامی‌ها را کنترل نکند وارد عمل خواهند شد. نام محمد باقر قالیباف فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه پاسداران نیز در میان امضا کنندگان دیده میشد. نامه فرماندهان به خاتمی بازتاب گسترده‌ای داشت و بسیاری از ناظران آن را تهدیدی علیه ریاست جمهوری ایران دانستند. قالیباف پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 92 سخنانی جنجالی در مورد اعتراضات 18 تیر سال 1378 بیان داشت و گفت سوار بر موتور هزار و در کف خیابان معترضان را با چوب کتک می‌زده. قالیباف در سال 1379 با حکم علی خامنه‌ای فرماندهی نیروی انتظامی ایران را عهده‌دار شد.
از جمله اقدامات وی در این دوره میتوان به تجهیز نیروی انتظامی به خودروهای روز دنیا مانند مرسدس بنز و تویوتا برای نیروهای عملیاتی نام برد. اگرچه فرمانده بعدی پلیس نگهداری این خودروها را گران دانست و برای فروش آنان اقدام کرد. از دیگر اقدامات محمد باقر قالیباف راه اندازی پلیس 110، ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک پلیس به اضافه 10، سامانه نظارتی 197 و دانشکده‌های جدید پلیس بود. او در سال 1384 بود که سودای ریاست جمهوری به سرش افتاد و در سال 84 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. اما در آن انتخابات با 4 میلیون رای و 14% آرا شکست خورد و محمود احمدی نژاد پیروز میدان شد. و حالا اصولگرایان باید برای او که برای انتخابات از سمت نیروی انتظامی استعفا داده بود جایگاه جدیدی می‌یافتند. در نتیجه او جای محمود احمدی نژاد را گرفت و در سال 84 با اجماع شورای شهر به سمت شهرداری تهران انتخاب شد. محمد باقر قالیباف دوباره در سال 1392 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری که این دوره یکی از پرنامزدترین دوره ها بود. قالیباف در این دوره با علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل ائتلاف تشکیل داده بودند تا در نهایت یکی از این 3 نفر پیروز میدان شود. اما با اختلافاتی که بین اونها در گرفت این مسئله به سرانجام نرسید و قالیباف در مناظره‌ای که از سمت صدا سیما پخش می‌شد انتقاداتی به ولایتی و حداد عادل داشت. حسن روحانی با انتشار فایل مربوط به سخنرانی قالیباف در جمع دانشجویان بسیجی از اقدامات قالیباف برای سرکوب دانشجویان کوی دانشگاه پرده برداشت. حسن روحانی این چنین گفت: آقای قالیباف، خیلی دلم نمیخواست بگویم اما شما مرا ناچار کردید. ما گفتیم راه این نیست که مجوز بدهیم بعد گازنبوری آنها را دستگیر کنیم. راه این است که از ابتدا به آنها بگوییم یا مجوز نیست یا اگر هست بیایند و کار خودشان را انجام دهند. تظاهرات کنند و مبدأ و انتها نیز معلوم باشد. از این بالاتر من راجع به چند کلانتری تهران به شما گزارش دادم و گفتم وضع اینطور است. شما چه جوابی به من دادید؟ من نمیخواهم دیگر اینجا بازگو کنم. در نهایت محمد باقر قالیباف در این دوره هم نتوانست پیروز میدان شود و پس از آن باز هم قالیباف به عنوان شهردار تهران مشغول به کار شد. ولی این شکست دوباره او را دلسرد نکرد و 4 سال بعد در سال 1396 در حالی که همچنان شهردار تهران بود باز هم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد و این بار پاکدستی و مردم دوستی را شعار خود دانست. او آمده بود که روحانی را با توجه به کارنامه 4 ساله خود شکست دهد. اما این بار اسحاق جهانگیری که در مناظره ها بود تمام قد از سیاست های دولت دفاع کرد و پاسخ قالیباف را در مناظره ها میداد. در همین مناظره ها بود که حسن روحانی در انتقادی که به عملکرد اقتصادی او داشتند افشاگری کرد و گفت: من بعضی نکات را واقعا مایل نیستم مطرح کنم، ولی خب مجبورم به مردم شریف ایران اعلام کنم اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف دست من بود و گذاشته بودم منتشر شود و اگر من این مردانگی را نکرده بودم الان اینجا نشسته بودید. آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود و همیشه می گفتید اگر اجازه بدهید من این دانشجویان را ظرف 2 ساعت لوله می کنم. بعد از این مناظره ها یکی از پرونده های قالیباف
در فضای مجازی رو شد که در آن 7 نفر در پایان مسابقه فوتبال فروردین 84 در استادیوم آزادی بعد از پایان مسابقه ایران و ژاپن کشته شده بودند. فراخوانی که این بازی حساس و مهم در ورزشگاه آزادی بدون فراهم آوردن امکانات حداقلی برگزار شد و یکی از مشکلات محدود کردن راه‌های ورود و خروج از طبقات مختلف به ویژه طبقه دوم بود. بنابر گزارش‌ها پس از پایان بازی و پیروزی ایران و صعود به جام جهانی، جمعیت شادمان در زمان خروج با درهای بسته مواجه شدند. مدیر وقت استادیوم گفت که در روزهای بازی کنترل تمام ورودی‌ها و خروجی‌ها به عهده نیروی انتظامی بوده و عبدالله رمضانزاده علت این فاجعه را بسته شدن درها به علت وجود یک هلیکوپتر نیروی انتظامی عنوان کرد که این هلیکوپتر برای کوتاه‌تر شدن راه مسافرش دقیقاً روبروی در اصلی ورزشگاه زمین نشسته بود. رمضانزاده گفت گزارش‌های سازمان تربیت بدنی و وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که وجود هلیکوپتر علت وقوع این حادثه بوده و دستگاه قضایی باید مشخص کند چه کسی مسئول استقرار این هلیکوپتر دقیقاً در جلوی در خروجی ورزشگاه بوده. این هلیکوپتر حامل محمد باقر قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی بود. و در نهایت این افشاگری‌های حسن روحانی محمد باقر قالیباف را از تک و تا نینداخت و او برنامه‌های تبلیغاتی خود را همچنان ادامه می‌داد و کمپینی را تشکیل داد به نام فرزندت کجاست تا اتهاماتی را علیه جمعی از وزرای روحانی ایجاد کند. و در همین جا بود که فهرست اموال خود و فرزندش اسحاق قالیباف را در دست گرفت که البته دستمایه شوخی مخالفان شد و در نهایت در سال 96 باز هم تحت فشار اصولگرایان به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد، ولی باز حسن روحانی پیروز میدان شد. باز هم قالیباف ناامید نشد و در سال 98 نامزد 11مین انتخابات مجلس شورای اسلامی شد. او در دوره‌های 11 و 12 نماینده مجلس شورای اسلامی بود و از سال 99 ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی شد. در سال 1400 باز هم محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کرد و تلاش داشت همچنان همان ریاست مجلسش را حفظ کند. قالیباف تلاش داشت به عنوان یک مدیر جهادی شناخته شود، اما نام او بیش از هر کسی با پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی گره خورده بود. او در سال 1395 به دنبال افشای گزارش سازمان بازرسی پیرامون واگذاری حجم عظیمی از املاک شهرداری با تخفیف گسترده به افراد و تعاونی‌های مختلف به فساد متهم شد که البته به طرز عجیبی در این مورد تبرئه شد و قوه قضاییه اقدام به دستگیری سردبیر سایت معماری نیوز که متن نامه سازمان بازرسی را افشا کرده بود نمود. در فروردین 1401 نیز انتشار عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از سفر همسر، دختر و داماد قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوزاد خبرساز شد. و پس از آن الیاس قالیباف پسر او با انتشار پیامی عذرخواهی کرد و این سفر را اشتباه توصیف کرد. پس از آن وحید اشتری افشاگر این رویداد به 2 سال حبس و ممنوعیت از هر گونه فعالیت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی محکوم شد. یکی دیگر از پرونده‌های فساد مالی قالیباف پرداخت رشوه 65 میلیارد تومانی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص بود
برخی نمایندگان مجلس در 25 اسفند سال 95 طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به اجرا گذاشتند که در نهایت نتوانست رأی لازم را بیاورد. مصطفی میرسلیم نماینده تهران روز دوشنبه 30 تیر سال 99 اعلام کرد در سال 95 تحقیق و تفحصی قرار بود انجام شود با محوریت بررسی عملکرد شهرداری تهران در زمان حضور محمد باقر قالیباف، ولی با رأی مخالف نمایندگان مجلس متوقف شد و موضوع رشوه 65 میلیارد تومانی برای توقف این تحقیق و تفحص بوده. از دیگر پرونده‌های فساد مالی قالیباف می‌توان به برداشت 1 میلیارد و 250 میلیون تومان برای انتخابات با امضای 2 قرارداد، افزایش نشست زمین به دلیل برداشت زیاد از چاه‌های آب زیرزمینی تهران، بدهی حدود 50,000 میلیارد تومانی شهرداری که 3 برابر بودجه فعلی است، استخدام 13,000 نفر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و غیر نامبرد. افشاگری فساد مالی بعدی که توانست ضربه مهلکی به بدنه سیاسی محمد باقر قالیباف بزند، پرونده فساد مالی پسر او اسحاق قالیباف بود. اسحاق همان فرزندی بود که قالیباف ادعا داشت فقط یک خودروی پاترول مدل 71 و یک دستگاه موتورسیکلت و 1 میلیون تومان حساب بانکی دارد و بعدها اسنادی رو شد که نشان میداد اسحاق قالیباف در همان سالها در بانک پاسارگاد 285,000 دلار و در بانک ملی استرالیا و نیوزلند بیش از 115,000 دلار پسنداز دارد و انتشار این اسناد ضربه مهلکی به محمد باقر قالیباف آورد. در نهایت محمد باقر قالیباف از سال 84 تا کنون برای ریاست جمهوری تلاش کرده و هیچ سالی نتوانسته است موفق شود و این بار در سال 1403 چهارمین تلاش خود را برای نشستن بر روی کرسی ریاست جمهوری می کند تا شاید این حسرت 20 ساله به واقعیت تبدیل شود. به نظر شما این بار محمد باقر قالیباف موفق می شود بر روی صندلی ریاست جمهوری بنشیند یا خیر؟ این قسمت نیز با موضوع محمد باقر قالیباف به پایان رسید. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. خوشحال میشم که من را حمایت کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید.